درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. موقعی که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید کلی حس حال خوب داشته باشید. امروز اومدم چی درست کنم؟ میخوام قیمه بادمجون درست کنم، اما میخوام با مرغ درست کنم. چرا؟ چون از صبح خونه نبودم، کار داشتم. شب اومدم دیر وقت، البته میدونستم لپه خیس گذاشتم که کار دارم یعنی نیستم. به خاطر اون یه شام فوری میخوام درست کنم. اومدنیم 4 تا دونه بادمجون گرفتم که کنارش سرخ کنم، قیمه بادمجونش کنم. امیدوارم دوست داشته باشید این غذا رو. یه شام فوری خوشمزه و عالی. ویدیو رو لایکش کنید، بریم با هم این خورشت خوشمزه رو درست کنیم. خب دوستان، برای درست کردن این خورشت خوشمزه‌مون یه خود روغن میریزم توی مایتابم. یه خورده که نه، به اندازه. این دیگه هر خانمی میدونه چقدر روغن بریزه تو داخل مایتابش. یه دونه پیاز درشت رو خب خورد کردم ریز نگینی. البته راستشو بگم من 2 تا پیاز کوچیک، پیازم همه کوچولو بود، 2 تا پیاز کوچیک رو خورد کردم. حالا اینو تفتش میدم سبک بشه و طلایی. خب بچه‌ها پیازم تفت خورد، سبک شد، خیلی زیاد سرخش نمی‌کنم. اندازه یه قاشق چای خوری بهش زردچوبه اضافه می‌کنم. بعد دوستان یه حرفم هم تصحیح کنم، گفتم خانوما موقعی که آشپزی میکنن، یه خانمایی که آشپزی میکنن خودشون میدونن چقدر روغن بریزن. لطفاً به آقایون بر نخوره. آقایون هم آشپزای خوبی هستن. حتما دوستانی هستن که توی کانالم آقا هستن و دارن آشپزی من دنبال میکنن، برام کامنت میذارم. مرسی، لطفاً ناراحت نشید از دستم، یه اشتباه کوچولو بود. خب زردچوبه‌ش رو زدم. 2 تا حبه سیر رنده کردم، اونم اضافه میکنم به پیازم. اندازه 30 ثانیه من این سیرم رو تفت میدم. این سیر طعم غذاتون رو سیردار نمیکنه. مثل پیاز رو چجور تفت میدید خوش طعم میکنه برای غذا، این سیر دقیقا همون حکم داره. در حد 30 ثانیه فقط عطر سیرتون بلند شه، یعنی سیرداغ نشه. یه خورده که تفت دادم، اندازه یه دونه سینه مرغ رو من قبلا آماده کرده بودم، تو فریزر گذاشته بودم، خورد کردم. حالت قیمه‌ای نگاه کنید، تیکه‌های مکعبی کوچیک خوردشون کردم، خیلی هم کوچولو خورد نکردم. البته تفتش میدم همه رو با هم. اندازه 7-8 دقیقه مرغمو تفت دادم با پیاز. خب حالا بهش یه پیاله من از قبل لپه خیس گذاشتم، لپرم بهش اضافه میکنم. لپرم یه کوچولو تفت بدید بچه‌ها، اینجوری هم لپتون وا نمیره، همین که شکل و ظاهر خودش رو حفظ میکنه، هم که زود میپزه، خیلی زودتر میپزه، حالت نفاخیش رو از دست میده. یه کوچولو تفتش میدم. 2-3 دقیقه اینو با مرغ هم تفت میدم. بعد ربم هم اضافه میکنم، همه رو با هم تفت میدم. 2 تا قاشق غذاخوری هم بهش رب میزنم. تا موقعی که کامل خامی ربم گرفته بشه اندازه 2-3 دقیقه همه رو با هم تفت میدم. خب اینا همشون با هم دیگه تفت خورد. خب ناگهان قشنگ رنگ رب به روغنم در اومده و بوی خامیش کامل گرفته شده. بعد بچه‌ها وقتی که مرغ رو ریختم، من اینو یادم رفت، با حرارت بالا حتما مرغتون رو وقتی که میریزید با پیاز تفتش بدید که زود آبش تبخیر بشه، مرغتون جمع نشه خیلی. بعد من یه کوچولو بهش فلفل قرمز میزنم. من در کل وقتی که دارم همه موادم رو تفت میدم حرارت رو زیاد میکنم که اینجوری خوشمزه تر میشه غذاتون. موقعی که یعنی با لپه و رب دارید تفت میدید، اون موقع حرارت رو زیاد میکنم. بعد از اینکه آبش ریختم به جوش افتاد دیگه حرارت کمش میکنم. یه قاشق چایخوری بهش فلفل قرمز اضافه کردم. یه قاشق مربا خوری هم نمک بهش میزنم. اندازه 4 لیوان الان بهش آب اضافه میکنم. آبم رو میگم اندازه 4 لیوان، اندازه‌ای که روی مرغاتون گرفته بشه، خیلی هم آبکی نمی‌کنید. و بچه‌ها من بهش 2 تا قاشق غذاخوری رب اضافه کردم. خب ولی 1 رب آخر، خب که میخوام دیگه خورشتم آماده شده بود، اندازه 1 قاشق غذاخوری رب تفت میدم بهش اضافه میکنم. اون باعث میشه رنگ خورشتون خیلی خوش رنگ‌تر بشه، چون این الان با لپی که بپزه یکم حالت کدری به خودش میگیره. اون کار باعث میشه این فوت کوزه‌گری خورشت قیمت. حتما این کارو بکنید تو خورشتایی که اینجوری رب داره. 1 رب با آخر اندازه 1 قاشق غذاخوری رب بهش تفت بدید، بریزید داخلش، ببین چقدر خوش رنگ‌تر و
شیک‌تر میشه، این ظاهر خیلی خوب پیدا میکنه. حالا من درشو میذارم، اجازه میدم 1 ساعت بپزه. بعد توی این فاصله هم بادمجونامو سرخ میکنم هم برنجم آماده میکنم. خب دوستان، گفتم یه ربع آخر بهش یه قاشق غذاخوری رب تفت میدم میذارم. حالا اون یه قاشق ربعمو تفت میدم. خورشتم پخته تقریبا. الان من بهتون خورشتم نشون میدم. برنجم آماده کردم، بادمجونمو سرخ کردم. نگاه کنید. لپه کامل پخته. چون خیلی داغه من نشون بدم که این همه کامل پخته. حالا این یه قاشق ربعو من تفتش میدم، میریزم داخلش. این خیلی خوش رنگش میکنه خورشتتون رو، خیلی یه رنگ شفاف خیلی خوب بهش میده. حتما این کار رو انجام بدید بچه‌ها. بس که تفت دادم میریزم داخل خورشتم. سیرشو خاموش کنم. این خود همش میزنم، فقط خیلی آروم هم بزنید. کامل. بعد حالا بس که هم زدم بادمجونا رو میچینم کنارش. نکنید کامل رنگش برگشت. تا شاید تو دوربین زیاد خوب دیده نشه چون شب نور اینجا هم کمه، ولی خیلی خوش رنگ تر شد. بادمجونم هم میچینم کنارش، میذارم اندازه 1 ربع دیگه با هم دیگه بپزم. بعد دیگه میکشم تو ظرف بهتون نشون میدم. یه گوشش بچینی بادمجونو. بچه من بادمجونا رو خیلی نازک خورد میکنم برای این غذا، یعنی برای خورشت بادمجون. و بعضیا 2 نصف میکنن، اون دیگه سلیقه شماست. من ضخیم نمیپسندم، به خاطر اون انقدر اینجوری ظریف خوردشون کردم. بعد یه مقدار من همیشه از آب خورشتم رو بادمجونا میریزم. این کارو خیلی دوست دارم، یعنی خیلی خوشمزه میکنه خورشتمو. بعد درشو میذارم 1 ربع دیگه این برای خودش جا بیفته. بعد میکشم تو ظرف بهتون نشون میدم این خورشت خوشمزه رو. خب دوستان، امروز هم خیلی ساده و شیک آشپزی کردیم. یه خورشت قیمه بادمجون خیلی خوشمزه، مناسب اون موقعی که مثل من وقت ندارید، زمان ندارید، فوری باید یه غذا آماده کنید، مناسب این موقع هاست. ولی خب به نظر خودم خیلی هم مجلسیه، میتونید درست کنید برای مهمونیاتون. خیلی مخصوصا اگه گوشت دوست نداشته باشید، مرغ دوست داشته باشید، خیلی خورشت مناسبیه. بعد بچه‌ها اگه یادتون باشه من ترشی گوجه سبزم درست کردم، ترشیم رسیده، 1 ماه پیش درست کردم. خیلی ترشی خوشمزه، اینو حتما درست کنید، امتحان کنید کنار غذا. خیلی طعم متفاوتی داره، اینو بهتون بگم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. کلی مراقب خودتون باشید. ویدیوی بعد هم دیگه رو می‌بینیم.